اومدیم. امروز میخوایم واسهتون بلاگ استکهلم تا یوتوبری رو بگیریم. الان ساعت 5 صبح داریم میریم برای نیجی قطار که اون یک قطار رو بگیریم بریم یوتوبری. چون سارا رو بریم که خوابه. خب الان رسیدیم، داریم میریم قطار سمت یوتوبری رو بگیریم. من بریم پیدا کنیم، دیرمون هم شده. ما الان رسیدیم اونجا که باید قطار رو بگیریم. اون بالاییه رو نمیدونم میبینی یا نه، اون بالاییه رو باید بگیریم قطارمونه. خیلی هم خسته. من ساعت چنده؟ فکر کنم ساعت 5:30 اینطورا باشه فکر کنم. اصلا نخوابیدیم واقعا، اصلا نشد بخوابیم، انقدر عجله‌ای شد، یعنی همینجوری بدو دیگه. حالا قطارمون بیاد از اونجا هم ویدیو میگیریم براتون. الان که میبینیم مثلا هیچ کس نیست، یعنی چند نفرن فکر کنم دارن میرن سر کار. بعد یه چیز دیگه هم که می‌خواستم بهتون بگم اینه که واقعا سخته بخواین اینجا مثلا قطاری که باید برین پیدا کنین، چون اگه ببینیم ما از پایین اومدیم تازه چند طبقه است. ما فکر کنم الان 3 طبقه اومدیم بالا. بعد از هر کی میپرسیدیم که مثلا این قطار کجا میره، همه میگفتن نمیدونیم. گفتم خب پس کی میدونه؟ یعنی داریم یه ردبول میزنیم یه ذره سرحال شیم. آره الان قطارمون اومد، قبل قطار شدیم. 3:30 دیگه میرسیم. 3:30 دیگه میرسیم یوتوبری. بعد براتون تو مسیر حتما ویدیو میگیریم میذاریم. خودتون زود بگذره برسیم اونجا استراحت کنیم. دارم میمیرم. A few minutes later. دیروز دیگه نتونستیم ویدیو بگیریم، خیلی خسته بودیم. اینجا ببینید دیگه. الان با بابامون داریم میریم نهار بخوریم، بعد میریم مرکز خرید. الان اینجا خیلی شلوغه، نمیشه زیاد ویدیو گرفت، ولی خب رفتیم اینجا مرکز خرید رو بهتون نشون میدم. ما الان غذامون تموم شد، اومدیم مرکز شهر. میخوایم یه ذره بگردیم، لباسینا رو ببینیم. اینم نیکو بابا خیلی قشنگه اینجا. وای وای کن. اینجا مرکز شهر یوتوبری. الان میریم تو که بریم یه ذره خرید کنیم. حالا از اونجا هم لباسا رو بهتون نشون میدیم. خیلی بزرگه اینجا. اونجا هم که H&M با اولنز. میکنم H&M رو خیلی دوست داشته باشن کسایی که تو ایرانن. خیلی اینجا H&Mش بزرگه، از اونجا تا اینجا. حالا میریم تو برم بهتون نشون میدم. کلا یوتوبری خیلی خیلی بیشتر از
اپسالا ایرانی هست، خیلی زیاد. بذاریم بریم مرکزه. الان کجا داریم میریم؟ بریم حالا فکر کنم دنبال زارا میگردم، نمیدونم. اینجا الان فکر کنم میخوام بریم اینجا. 157 خیلی جای باحالی. الان میرم تو بهتون نشون میدم. کلا همه چیش، لباس و اینا، بیشترین قیمتی که داره 157 کرونه، یعنی بیشتر از این نداره. بعد خیلی چیزای باحالی هم اتفاقا داره. ما معمولا مثلا میایم اینجا خیلی چیزای خوب پیدا میکنیم. کلا خیلی جین الان شلوار جین مد شده. شلوار جدید با چقدر بزرگه. یا اینا مردونه است، پیرنای جدیده. ببینیم مثلا لباساش کلا 150 کرون همش. ببینیم 150 آره دیگه. مثلا ایناش مثلا 400 کرونه، ولی معمولا 90% لباساش همینقدر، 150 کرون. یعنی اونجا مثلا 157 کرون میشتیا، اینا مثلا 30 کرون. جنساشون هم واقعا خوبه، یعنی اینجوری نیست بگیم مثلا ارزونه پس مثلا جنسش بده یا هر چیزی. اینجا زنونه است، طبقه پایینش که یکم قبل‌تر نشون دادم مردونه بود. اینجا الان همش زنونه است. از این کلاه خوشم اومد، خوشگلی به نظرم. نظر شما چیه؟ البته رنگای دیگه هم داره، ولی خب به نظر من این رنگش از همه بهتر بود. ببینیم اینا هم هست. به نظرتون این خوبه یا رنگای دیگهش؟ کامنت بهم بگین. اگه این بده که یه دونه دیگه بگیرم. من اینا خیلی خوشم اومد. اومدیم H&M ببینیم چه چیزایی داره. سارا رو در صحنه داریم. چیزی واسه گفتن نداریم؟ مصاحبه ندارم. خودتو معرفی کن. سارا 5 ساله تهران. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. پیس بابا. نه نکن باحاله. خیلی گنده. اینو بزن ببینیم چه شکلی میشه. اندازه کل صورت داره. این شلوار خیلی خوبه. من ایران بودم همش از این شلوار رو میخریدم. البته اینجا انقدر اندازه ایران چیز نیست، گرم نیستش، ولی خب کلا ایران بودم نخی اینو میگرفتم همیشه. هیچی نداره. میبینی؟ مثلا چیزای خیلی سارا رفت توی مغازه ببینیم چی داره. وای این چقدر خوشگله. وای این کیفه رو توی خدایی چی جا میشه؟ الان با این مثلا چیکار میشه آدم بکنه؟ خوشگله. فکر میکنم خیلی میتونم خرید کنم. هیچی نداره. اینجا H&M برای خونه، دستی خونه داره. گلا رو وای من عاشق گلم. حالا اینا که مصنوعی هن، ولی خب کلا مصنوعی هن نه واقعی هن. خیلی خوشگلن. کلا عاشق گلم. یعنی من هر جا برم مثلا
گل مخصوصا گلدونی باشه همیشه میخرم، یعنی مثلا 4-5 تا میخرم. حالا باز چیز جالبی رفتیم، باز ویدیو میگیرم براتون، ادامه این ویدیو ببینیم. حالا الان که هیچی میبینیم نیستش. از اون بر خیابون اومدیم اینجا زاراست، ولی هیچ خوشگلی نداره، یعنی چیزی که دوست داشته باشیم نیست. بعد دیگه بابامونم خسته شده رفت خونه، من و نیکا موندیم اینجا یه ذره داریم میگردیم. نه چرا مردا زود خسته میشن میان خرید. اینجام قسمتی که عطراشو داره، عطره زارا. یه دونه عطر بود خیلی خوش بود، کدوم دلم نمیاد. نه این نی، ببینم اینو ما استفاده میکنیم، خیلی خوشبوه. اینه برداشتیش. ببینم همینه دیگه، اینه. اینم خیلی خوشبوه. 2 تا پیس زدیم. اینم بود. نه این بود. خوشخب یه مزخرف داره. آها اینم نه این نیست. اینم خیلی خوشبوه. دماغم کیپ شد. چرا اینو هنوز آدم چقدر گندن. بالاش خیلی بزرگه. بریم بابا میترسیم. همینجور داریم دور میزنیم، هنوز هیچی پیدا نکردیم. چی پیدا نکردیم؟ خرید. آها راست میگه، ساره یه دونه چیپ خرید، من بدبختی نخریدم. همش بابام خرید و ساره، من هیچی نخریدم. یعنی هیچی اصلا به دلم نشست خوشگل باشه، خوشم بیاد. هوا رو این آفتابو اینجوری نگاه نکنین، سرده، قشنگ سرده ولی خیلی باد میاد، این بادش سرده. ببینیم چی پیدا میکنیم. اینجا وسیله آرایشی هست. اینجا چی هست؟ شما بیاد. من احساس میکنم گم شدیم. من کدوم بری اومدیم؟ فکر کنم سر اونجا بودا. باور میشه این همه مغازه، من میتونم بگم نصفشو دیدم، هیچ لباسی نبود خوشم بیاد، اصلا هیچی نبود خوشم بیاد بگیرم. A few minutes later. وای اینو چقدر بامزه است. نمیدونم بامزه نیست؟ بکنم کل چیز نشون میده، شبیه کوسه است. ببین هوا داره خوب میشه. اول اومدیم الان باد میاد ولی اونقدر چیز نیست، الان باز بهتره. اومدیم این مغازه واسه رد شم، برای مامانم میخوایم کادو بگیریم ولی بیشتر داریم واسه خودمون برمیداریم. من الان این دوتا رو دیگه چقدر خوشگلی خدایی برق میزن، اینا رو برداشتم. بعدش دیگه داریم همینجوری میبینیم چیا داره بعد بگیریم واسش. یه سخت انتخاب کنیم چون که سلیقه مامانم یه ذره پیچیده است. بعد دیگه نمیدونم، داریم میبینیم چیز خوب پیدا کنیم بگیریم واسش. بالاخره کادام گرفتیم واسه مامانمون. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. حالا اگه
ولاگ دوست دارین، اگه اینجوری مثل الان ولاگ دوست دارین حتما تو کامنت ها بهمون بگین که بیشتر از اینا بگیریم واسهتون. آره دیگه، حالا یا اگه ایده ای دارین که ما بتونیم ویدیو بعدی رو بگیریم، دوست دارین اونجوری باشه ویدیو، حتما به ما بگین که بدونیم حالا چی دوست دارین دیگه. سابسکرایب هم یادتون نره. فعلا خدافظ.